اگه کانال یوتیوبت رو بدون یه اکانت گوگل مطمئن شروع کنی، مثل اینه که یه ساختمون روی ماسه بسازی. هر لحظه ممکنه همه چی بریزه پایین. با ساخت یک اکانت جیمیل جدید مخصوص یوتیوب، اولین قدم درآمد از یوتیوب رو محکم برمی‌داریم. پس بدون معطلی بریم سر آموزش. آموزش مرحله به مرحله ساخت اکانت گوگل جدید برای یوتیوب. مرحله اول، رفتن به سایت ساخت اکانت. برای شروع وارد گوگل میشیم و ایجاد حساب جدید رو سرچ میکنیم. راهنمای ایجاد حساب جیمیل رو باز میکنین. وارد این صفحه که شدین حتما مطالعه کنین و بعد ایجاد حساب رو بزنین. اینجا وارد صفحه اصلی حسابی میشیم که قبلا ساختیم. برای ساخت یک حساب جدید در بالای صفحه سمت چپ این قسمت رو باز میکنیم. در این بخش حساب‌هایی که تا الان ساختیم رو میبینیم. در زیر اونها افزودن یک حساب دیگر رو بزنید و در پایین صفحه بعدی Add Account to Device به معنی اضافه کردن اکانت به دستگاه رو باز کنید. در این قسمت ازمون اثر انگشت یا رمز گوشیمون رو میخواد. بعد از وارد کردن رمز وارد این صفحه میشیم. در این قسمت ازمون آدرس ایمیل یا شماره تلفن میخواد که باهاش کاری نداریم. چون که میخوایم یه اکانت جدید بسازیم، Create Account رو میزنیم. دو گزینه برامون باز میشه. For my personal use برای استفاده شخصی، For work or my business یا برای کسب و کار. ما اکانت رو برای یوتیوب میخوایم، پس گزینه دوم رو انتخاب میکنیم. مرحله دوم، وارد کردن مشخصات اولیه. در این مرحله اسم و فامیلمون رو وارد میکنیم و نیکست رو میزنیم. در این قسمت سال تولدمون رو به میلادی خواسته که وارد میکنیم. جنسیتمون رو هم انتخاب میکنیم و نیکست رو میزنیم. در این صفحه باید یه آدرس جیمیل برای اکانتمون وارد کنیم. برای مثال من اسم خودم رو وارد میکنم و در آخر YT میذارم که راحت بتونم تشخیص بدم اکانت مربوط به یوتیوب هستش. مرحله سوم، رمز عبور قوی. برای ساخت رمز عبور قوی و امن از ترکیب حروف بزرگ، کوچک، عدد و علامت استفاده کنید. حتما رمز عبور رو یه جای امن ذخیره کنین چون این اکانت قراره پولساز بشه. رمز عبور رو که وارد کردیم، نکست رو میزنیم. در این صفحه آدرس ایمیلمون رو میبینیم که بعداً میتونیم باهاش وارد اکانت بشیم. مرحله چهارم، تایید قوانین گوگل. در پایین صفحه I agree به معنی موافقم رو تایید میکنیم. ساخت اکانت جیمیلمون تکمیل میشه و به صفحه اصلی هدایت میشیم. در اینجا هنوز روی اکانت قبلی قرار داریم و باید وارد اکانتی که الان ساختیم بشین. پس در بالای صفحه سمت چپ این قسمت رو باز میکنیم. حسابی که جدید ساختیم در اینجا اضافه شده. بهش وارد میشین. تا اینجای ویدیو یک اکانت جیمیل جدید مخصوص یوتیوب ساختیم و بهش وارد شدیم. اما در صفحه اصلی اکانت جدیدمون یک اخطار داریم که قبل از خارج شدن از اکانت باید حتما یه شماره تلفن بازیابی اضافه کنیم تا مطمئن بشیم که همیشه به این اکانت دسترسی داریم، حتی اگه رمز عبورمون رو فراموش کرده باشیم. مرحله پنجم، اضافه کردن شماره موبایل و ایمیل بازیابی. برای این کار Add Recovery Phone به معنی اضافه کردن تلفن بازیابی رو میزنیم. در این صفحه از ما خواسته کشور و شماره موبایلمون رو وارد کنیم. در نظر داشته باشید که این بخش هیچ ربطی به درآمدزایی نداره و با خیال راحت کشور ایران و شماره خودتون رو وارد کنید. این کار رو انجام میدیم و سیو رو میزنیم. سپس در بخش بالایی باید یک ایمیل بازیابی هم اضافه کنیم. در بالای صفحه سمت راست از این قسمت میتونیم ایمیل بازیابیمون رو انتخاب و آدرسش رو کپی کنیم. برمیگردیم و در این بخش آدرس ایمیلی که کپی کردیم رو وارد و ذخیره میکنیم.
کارمون هنوز تموم نشده چون ایمیل نیاز به وریفای کردن داره. مرحله ششم، وریفای کردن ایمیل. این علامت رو که بزنیم به آدرس ایمیلی که وارد کردیم یک کد ارسال میشه. فرستادن کد رو تایید میکنیم. سپس برنامه جیمیل رو باز و تازه سازی میکنیم. کدی که دریافت کردیم رو در این قسمت وارد میکنیم و وریفای رو میزنیم. حالا یه شماره تلفن و ایمیل بازیابی اضافه کردیم و مطمئن شدیم که همیشه به این اکانت دسترسی داریم. میتونیم شماره تلفن و ایمیل بازیابی رو در قسمت پایین تنظیمات امنیتی تغییر بدیم. به همین سادگی الان یه اکانت گوگل حرفه‌ای ساختی که فقط برای یوتیوبه. یعنی داری پایه درآمد دلاری تو محکم میذاری. توی ویدیوی بعدی میریم سراغ قدم دوم کسب درآمد دلاری از یوتیوب با موبایل. یعنی انتخاب ایده پربازدید، پولساز و راحت. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما لایک کن. سابسکرایب هم یادت نره. یه کامنت هم بذار که بدونم آماده ای برای قدم دوم یا نه. تا ویدیوی بعدی، فعلا.